خری به درختی بسته بود. شیطان خر را باز کرد. خر وارد زمین همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد. زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید، تفنگ را برداشت و خر را کشت. صاحب خر وقتی صحنه را دید، عصبانی شد و زن همسایه را کشت. شوهر زن همسایه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب خر را کشت. به شیطان گفتند چه کار کردی؟ گفت من فقط خر را رها کردم. نتیجه اخلاقی: هرگاه خواستی مملکتی را خراب کنی، خری را آزاد کن.